بگذارم بگه رحمت که جوانو کردیم 4-5 سال خاک در اینجا جمع شدگی رنگ کشیدگی نمیبینیم در اون چه همین مو ایسو بخدمون مو در یگون چی در کنیست فقط کلونو بگه که بچم بک همین را آباد کن چقدر آمادیم انشاءالله این سرجمی مردم من نفهمیدم چی که باید علاوه بیارم چی بیارم امنیت دایم استوار بگردانه حضرت خداوند همین پیشه کردگی بارا بکنن نمیره را ایم پستی سموچی تو چنار کلمرسا نقشه کردیم که سنگ فرش مون فرش میکنیم ایسا پوزیان بیو رئیس مناتون کور شود پیش کارتون کشیده شود تاجیکستانی ما دویم خیلی سربرانه بشه آباد شود و اقبال اورتون چی مورد کسانی که داریم سخت شده در همین راه که داشتن الله مهربانم برای روز اولا فیدیوهاشو همین دست کم نبیدم واسیلاشو بولو که خداوند برکت اینا مرکز خدمترسانی زیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچپ برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. باقی در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امروز ما حضور داریم در ناحیه فخر جماعت ظفر دهه نوباد بالا. امروز میبینین از همه مقامات تاجیکستان مردم بننگ بناموس دهه بولشویک ماتروس قرقچی المپیوی چورگلا دستگیری کرده هستند برای ساختن راه بنیاد کرده. امروز میبینین این بچه‌ها اوش دخترستان اوش خیریه همه جمع شدگان برای آبادکردنی دهه. از آن جمله نماینده جماعت ظفر حاجی جان در همجا یک دعای خیر میتاو مردم همه ان شاء الله کورا سر میکنن. خوب شده خوب شده سلامت باشین سلامت آبادی همین مکان شکرانه امنیت ثبات کشور شکرانه تینگی شکرانه همین تشبوس خلقیه که محله دهه نوآبادی بالا و جماعت دهات ظفر پیشه کردن. حضرت خداوند خودش رهبر کار و رهبر زندگی و سفر باشه. خدا همین تینجی دولت امنیت دایم استوار بگردانه. حضرت خداوند همین پیشه کردگی باره راه سازو را خداوند خواب راه را همین جوانا بسازند. هر آن شخصی که خدای بزرگ یک تین در همین تشبوس خراجات میکند صدقات میکند خدا اوراهاشون رحمت کند خداشون عمر دراز بده برکت در همین کشور خدا عطا کند. الله یک از بگذارم بگه رحمت که جوانو کردیم 4-5 سال خاک در اینجا جمع شدگی رنگ کشیدگی نمیبینیم در اون چه همین مو ایسو بخدمون مو در یگون چی در کنیست فقط کلونو بگه که بچم بک همین را آباد کن همین را بگیریم جوش در ارچوی خشو بیاریم زمانایی بشنونه که یک کش بگذاره هزار احمد حاضر نبرخته همه را من میرم من اینجا دیگه ایسا پوزیان دوباره وایرو بیو رئیس اگه مثلا کوچه شده لوکش شما مثلا عیب میشه اینکه دوار اول چه وعده کردی بیان دستگیری میکنم من خودم مسئول اینا برای 250 نفر مردم بنگ بناموس دهه بولشویک اینا حاجی جان خدای حج قیسخونه خدا اومده یه دعای نه خداوند فیض و برکت در امروتون فرزنداتون کسب و کارتون روز هم مکانتون آباد شود چشم دشمناتون کور شود پیش کارتون کشیده شود تاجیکستانی ما دویم خیلی سربرانه بشه آباد شود و اقبال اورتون چی مراد و مقصد همه تا به مراد و مقصد بگیرن. الله اکبر هزار رحمت خدا نگاه کنه. شما دوستان عزیز نگاه کنید همه در اینجا جمع شدن حاجی اومده این همه در یا بالا
برای اقبال شما دائم سربلند بود. چقدر آمادیم انشاءالله این سرجمی مردم من نفهمیدم چی که باید. الان بیارم چی بیارم؟ الله جل الله برکت بده. شاید اکام شما یادو تو تا موبیل پیچکه مگه چی بوده؟ شما پول رحمت شنبه گلا. اینا دوستان عزیز برین کامera را نوشته بالا نگاه کنید اسرائیل برون در نگاه که اکای محمد الله برکت شده اکای شمس بچه‌ها را نگاه کنین اکای صابرین اما اومدگی نه رئیس جماعت رئیس محله اینا اکای جور روش کردن برای چی برای آبادانی دهه این برای همون درون اکای کاری پروژه رو آوردن دیگر رو نماینده ما محمد جون بوغالتری bolshaviki mablag'lar ham barodar jamiyatga qilaman va dargohsh qabul gardana ijara mo obod mekinam inshaalloh mo obodkoroni dehai bolshaviki inshaalloh xudoyor madad کنه برای بچه‌های هم فعال میان شب خوب که باشه سامانچی را کلوب داریم در کلوب هم میکنیم در نوبودی پایان اکر رئیس محله در علایده در کلوب جا داره یعنی کجای کشاده خشو میشوه سامونیان دام حتی در منطقه باشه معلومه نباشه هست اینجا اکا ایرا ما برای چیکار اسم گروه ایتالیا پارتیسیم که همه حواسما شما میره کنار این برای خودمون ایرا مردم سلامت باشه یک چیز دیگه حاجی که همیشه چیزی اومدگی خیری اومدگی ای کارتا نیست ای کارتا یک دیرما نگرفته مردم دفترچه کردگی جدوگونه خیر کردگی چی کردیم رحیم جان در همه برآمدامون که ایستادیم گفتیم که کسی که ای کارتا یک تیم برای دیگه کار استفاده برای حرام انا برای همونجا در نمو دفترچه روی خط اکس جان روی خط ما اینا ما روی خط جدوگونه کردیم که مردکا در گروه خوش نه کسایی چون پول پیشکا آوردن پول رسخو دادن اینا رئیس جماعت هم همه اینجا روی خط چون کردگی که یا خیرخو برای همین شتابی همینجا دون عزیز اینجا یک گوش میکنیم اینا حاجی جان یک دعای خیر برای نفرایی که در این کار خیر سهم گذارن ان شاء الله بهترین میشوه الحمدلله نگاه کنید شویش کار بالا آورد در همین پروردگار کسانی که در این سخت شده در همین راه گذاشتن الله مهربانم برای روز اولا فیدیوهاش کنید دست کم نبینن خوری داره دون عزیز آشی عجیب بود ان شاء الله برای برادرای خدمت میکردگی ده محترم گنرال گپ زدیم اجازت مونده گفتن جوانان همت دارن هنر دارن اینا دستگیری از جانب ما بکنن نمیره را ایم پستی سمونچی تو چنار کلمکسا نقشه کشیدیم که سنگ فرش مون فرش میکنیم ایجا را جای کرده سیم که ایجا شتابشا جای پول را حساب کردم پول طریق بانک میشونه در دست من در دست یکم کس شویدو هستن همش هستن ایجا مردم دیگ میمونن سموور میمونن جایی که میان تا خریشون ایجا در روی خط میکنیم هر روز مردم ایها اومده که ما میخوایم مردم نام میدیم مثلا در مجموع مقصد شما جماعت در نظر دارید دهختون همینجا جماعت زفر اشتباه همینجا میشه نه این اشتباه بارچوک ده بارچوک هر یک شلوغ وقتش میکنه هر یک شلوغ در میخیل ما گفتیم که هر یک شلوغ باید همه چیزا بکنه در قرآن هر متصدیق شدوره کارت شدوره حدود انا در عموم در جماعت اشتباه مخصوص میشه برای بقیه در نظر دارم در اوجا میشه ایرا ما ایمینا برای خدمت کردیم که بچه‌ها گفتن که شب روز در برن میبریم خدمت سرگیری دا جواب میتیم مثال گروه دا بچه‌ها دا با هم خاطر ویژه یک جای میکنیم که تمام نماینده‌های که میان خوشحال شون ببینن که همه انسان‌ها حسی وطن دوستی داره اینا نگاه که میگیم توی مردم همه جمع شده در میگیم که خیر کردیم عزیز الله برکتش دیا او شما تیار شید اینا ماشاءالله بهترین کار امر خیر خداوند قبول گردونه الکه 6 مترش رفت برکتش دیا اکای سفر جون ماشاءالله اکا ان شاء الله که گردون شده سه خدا نصیب کرده باشه این آجی سر میکنه اکا جون اینا همه چیز در همینجا عزیز اینا واسیلا شبالو که خداوند برکت دیا اینا همه مردم بناگ بناموسی فرخور زمین جماعت زفر دهه نوبادی بالا خوشسکای بولشوی با یک جوگی دعا کنیم که انشاءالله که کار اول آسایشتگی کار خداوند از پروردگار طلب میکنیم الله مهربان دعا کنیم که همین غیرت و همین همت و
همین عمل صالحی که اهل این دهه انشاءالله تصمیم گرفتن خداوند با آخر با خوبی به انجام رسانند. الله مهربان بنا کنندگان، آباد کنندگان، راه سازندگان، هر نفری که در این سهم میگذارند خداوند عمر درازی با برکت نصیب و روزیشان بگرداند. الله مهربان در مالهاشون برکت، در عمرهاشون برکت، در جانهاشون برکت و پروردگار فیض و رحمت شامل خاندانشون بگرداند. الله مهربان در قطار این جوانهای دهه نوآباد دیگر جوانها را پروردگار را توفیق عمل صالح کردن را نصیب و روزی بگرداند. امروز که در ناحیه الحمدلله خیلی جوانها این کار آغاز کردن، پروردگار را هر نفری برای آبادی کشور، برای زیبایی کشور، برای پیشرفت کشور و برای ترقیات کشور، برای آبادی این وطن میهن کوشش میکند، پول و مال صرف میکند و قوت صرف میکند. خداوند عمر درازی با برکت نصیب و روزیش گرداند. الله مهربان این کشور را، این ملت را از گزندها، از فتنه ها، از تفریقه و عداوت ها پروردگار را دور بگرداند. خداوند این ملت و این کشور را همیشه سربلند، آباد و زیبا بگرداند و پروردگار این کشور و این ملت را یک از کشورهای پیشرفت عالم هم در دین و هم در دنیا بگرداند. الله مهربان کسانی که در این آبادی، در راهسازی هر نفر از هر گوشه و کنار عالم که باشد، مخصوصا مهاجرا که با چیز زحمات پول جمع میکنن، امروز صدقه میکنن، امروز کمک میکنن، خداوند ویها را در پناه عصمت خودش نگه بدارد. الله مهربان ساق و سلامت و سربلند و تنج و آرام گشتنشون به دست پر و پیش خویش اقارب آمدنشون نصیب و روزی یکایک ما و شما بگرداند. الله مهربان دعا کنیم خداوند تاجرها با دولت‌های ما و شما را توفیقی یعنی صدقه کردن در راه خیر، مخصوصا در بنیادکاری و آبادکاری نصیب و روزیشان بگرداند. خداوند تمام کسانی که در اینجا سهم گذاشتن، آبادی میخواهند، آبادی دیار و کشور میخواهند، خداوند گذشته هاشون رحمت و مغفرت، باقی مانده هاشون پروردگار و عمر درازی با برکت نصیب و روزی بگرداند. خداوند این مقصد و مرامی که شما اهل دهه نوآباد گذاشتید امروز ان شاء الله که آغاز کردید، خداوند با آخرش به خوبی با پررگی پروردگار و نصیب و روزیتان بگرداند. رحمتی